سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز. در خدمت جناب آقای محمد مینایی هستیم، عضو هیئت مدیره پلاستیک ماشین الوان و از هلدینگ پما. جناب آقای مینایی، قربون شما، خیلی متشکرم. سلام عرض می‌کنم، خسته نباشید. خیلی خوش آمدید به غرفه ما. مجموعه ما در خدمتتون هستیم. تشکر میکنم از مهربانی شما. یک کمی درباره هلدینگ پما برای ما توضیح بدید که اصلا شامل چه شرکت‌هایی و چه کارهایی می‌کنه. خواهش می‌کنم، در خدمتتون هستم. مجموعه پلاستیک ماشین الوان همونجوری که خودتون مستحضر هستید از سال 76 شروع به کار کرده که ما اولین تولید کننده فیلم CPP داخل ایران هستیم. همونجوری که می‌دونید فیلم CPP یک لایه از چند لایه ها میتونه باشه یا خودش به صورت تک لایه میتونه استفاده بشه. بعد از اون مجموعه ها یکی یکی وارد گروه صنعتی شدن. مجموعه پوشان پلاستیک که تولید کننده فیلم های استرچ و فیلم پلی اتیلن هستن. مجموعه سارای درخشان که تولید کننده کالای خواب. پادالوان پاک که الان داخل غرفهشون هستیم، تولید کننده بسته‌بندی‌های منعطف، اسپتیک و نیروگاه برق دارن داخلش. عرض به حضورتون که مجموعه کاغذسازی، کاغذ پاپیروس کاوه که تولید کننده کاغذهای تست لاینر و فلوتینگ هستن و این آخر هم که مجموعه مرکب سازی وارنا که مرکب‌های خودمون رو تامین می‌کنه. بسیار عالی، بسیار عالی. بفرمایید که شما عضو کدوم یکی از شرکت ها هستید؟ در هیئت مدیره کدوم شرکت؟ ببینید، شرکت ها چون این کسب و کار خانوادگیه، یه فامیلی بیزنسه و من عضوی از نسل دوم حالا یا سوم این کسب و کار محسوب میشم. خیلی تفاوتی نداره شرکت ها با هم دیگه، ولی بنده از سال 98 به عنوان سرپرست فروش توی پلاستیک ماشین الوان مشغول به کار هستم. بسیار عالی. پلاستیک ماشین یعنی روزهای من در پلاستیک ماشین می‌گذره. بسیار خوب. بله. بفرمایید که پلاستیک ماشین دقیقاً خود این شرکت چه محصولاتی داره و بازار داخلی، درباره بازار داخلی و بله. بازار بین‌المللیش کنه. بله هستم. ببینید، شرکت پلاستیک ماشین الوان امروز 2 دستگاه چاپ داره، 2 دستگاه چاپ 8 رنگ، 4 خط لمینه و خط‌های مختلف اسلایتر برش و در کنار اون یک سالن مجزا برای سلفون حرارتی و 2 دستگاه هم برای تولید فیلم CPP. یعنی کمتر مجموعه‌ای که مشابه این با این ظرفیت توی ایران اصلا نداریم و کمتر مجموعه‌ای هست که لمینه حلالی، غیر حلالی و اکستروژن توی یک مجموعه کامپکت جمع شده باشه و انجام بشه. یعنی ما الان انواع دولایه ها مشابه همین در آب مدنی، حالا این سلایه میتونه باشه که الان چاپ خودن، یعنی از انواع آسان بازشوها، انواع بسته‌بندی های ساشه‌ای، میتونه دارویی باشه، میتونه خوراکی باشه، یعنی مثلا مثل پودر ORS که حالا اونجا هم هست نمونه رولش، تا سس، تا پدر کلی و غیره. ظرفیت تولید توی پلاستیک ماشین هست. از توی یک دست دیگه انواع آسان بازشوها مثل ژله، ظرف‌های ژله، یعنی من میخوام از مشتریامون بگم مثلا فرمند هستن الان ژله افشنگ الان اینجا مهمان ما هستن، مجموعه‌شون توی تبریز هست. نوبل، ژله نوبل از مشتریامون هستن، مجموعه کاظمی. توی طرف دیگه انواع بسته‌بندی‌های پروتئینی مثل کاله، مثل آندره، مثل میکائیلیان، همه مجموعه هستش که الان باهاشون همکاری داریم در داخل. یه آلبوم اگه دارم عرضم به حضورتون که در خارج ما صادرات خیلی خوبی داریم به روسیه، مخصوصا روی محصولات پروتئینی. صادرات خوب به عراق داریم روی فیلم‌های خام. روی میدونید بازار عراق یه بازار خوبی روی شیر خشک داره. عراقی‌ها خیلی عراقی‌ها چای رو با شیر خشک می‌خورن یا چای رو با شکر می‌کنن. مثلا شیر خشک باله و پاکت شیر خشک یه بازار خیلی خوبی داره توی عراق. شوینده ها، پودر لباسشویی، پاکتاش خیلی بازار خیلی خوبی داره. همین درپایی که الان مشابه این می‌بینید
بازار خیلی خوبی داره، مخصوصا توی محرم، توی اربعین خیلی آب مصرف میشه. الان حالا نمونه‌هاشو براتون میذارم. ما افغانستان صادرات خیلی خوبی داریم، همکاری‌های خوب با افغان‌ها داریم. مجموعه پامیرپولا درجه یک هستن واقعا و هم روی اسپتیک، هم روی ساشه های و هم روی دوی پکا ساندیسیا همکاری های خیلی خوبی داریم باش. بسیار خوب. غیر از روسیه و کشورهای حاشیه، یعنی کشورهای همسایه ایران، به جز افغانستان و عراق با کشورهای عربی یا آذربایجان، این کلا حوزه CIS رو همکاری داریم، یعنی آذربایجان، ارمنستان. بله CIS ما تلفن حرارتیمون رو که داریم داخل تولید می‌کنیم الان مدت هاست با آذربایجان هم صادر می‌کنیم. بسیار. بله توی باکو چند تا مجموعه هستن که تلفن ما رو مصرف دارن. ارزش حجمی یا وزنی یا ارزی صادراتی که به این کشورها مجموعاً دارید چقدر؟ ببینید مجموعه پما رو نمیگم. بله متوجه. ببینید الان عدد دقیقی توی خاطرم نیست که بخوام بهتون مثلا به دلار یا به توناژ بگم، اما چیزی که الان توی خاطرم هست مجموعه پادلوان پاک که حالا الان سال گذشته صادرکننده برتر صنعت بودن و فکر میکنم 2 سال قبل هم باز صادرکننده برتر بودن، ولی الان به صورت توناژی یا عددی متاسفانه الان عددی رو آماده ندارن. ظرفیت تولید و صادرات رو چطور می‌بینید به وضعیت اقتصادی که الان تو ایران هست و توان تولیدی که این مجموعه داره و نیازهایی که در منطقه هست؟ فکر کنید بازار بین‌المللی هنوز امکان گسترش در واقع گسترش داره یا نه؟ ببینید یه سری بازارهای فصلی هست، مثل آب میوه ها، یعنی همون ساندیسی، حالا ما به اسم ساندیسی، حالا ما دوی پکیج مثلا مثل اینا فصلی هست. اما مثلا ما یه ظرفیت خوبی رو توی پاکستان الان از دست دادیم به خاطر اتفاقات سیاسی. ما نمیتونیم صادرات به پاکستان داشته باشیم، یعنی خیلی معدود مجموعه هایی میتونن صادرات داشته باشن. برای اون یه اتفاق بعدی که الان سمت عراق داره میفته، عراق یعنی دولت عراق یه تعرفه‌ای روی واردات از سمت ایران گذاشته و این خیلی کار داره برای ما سخت‌تر می‌کنه. الان برای عراق آسون‌تر، راحت‌تر و شیرین‌تره که مثلا از ترکیه جنساشون رو بیارن. یه سری محدودیت‌های سیاسی این بین هست، محدودیت‌های ظرفیتی نیست، یعنی محدودیت‌های عملیاتی نیست که مثلا مثال عرض می‌کنم فلان محصول رو مثلا داخل ترکیه، راجع به بازار عراق دارم صحبت می‌کنم، ترکیه میتونن تولید بکنن ولی مثلا ایران نمیتونه تولید کنه. نه اینطور نیست. ظرفیت‌های تولیدی از لحاظ زیرساخت برابره، ولی خب متأسفانه به خاطر مالیات و اون اون درصد گمرکاتی که عراق روی واردات از جمهوری اسلامی گذاشته این مقدار کارو سخت‌تر کرد. این طرفه برای کالاهای ترکی یا ترکیه نیست. نه. یعنی مثلا همین الان میگه مثلا ما بخوایم یه چیزی رو وارد بکنیم، مثلا یه سری کالاها 20% گمرکی داره، یه سری کالا 30%، کالا 80%. حالا جمهوری اسلامی به کالای الان عراق اومده به کشور گذاشته، الان روی مثلا جمهوری اسلامی یه درصدی ایران عملیات متقابل انجام داده، یعنی از واردات از عراق به ایران. آخه وارداتی نداریم جز آخال، فکر نمی‌کنم چیزی از عراق وارد بشه، جز یعنی آخال بازیافتی فکر نمی‌کنم چیزی وارد بشه. معاهدات همکاری بین دولت‌ها این تسهیلگر نیست برای شما؟ اصلا خبر دارین که مثلا معاهدات اقتصادی بین دولت ایران و دولت عراق به چه شکل است؟ میشه از مزیتاش استفاده کرد الان؟ ولی میگم متاسفانه اتفاقی که داره میفته بازار عراق میگم خیلی روی شیر خشک، روی شوینده ها، روی درهای آب معدنی، بعد نه ماها، مجموعه هایی که دوستان ما هستن و الان همه به چالش و به مشکل خوردیم. این مسئله بین عراق هست، بین پاکستان هست. بسیار خوب. حالا چه پیشنهادی داری مثلا به وزارت اقتصاد، وزارت صنعت که برای مشکل گشایی توی این مسیر؟ بالاخره دولت ها و ارگان ها باید کمک بکنه، یعنی هم جلوگیری از واردات، خیلی از محصولاتی که الان داره تولید میشه، خب مشتریای ما از چین دارن میارن
و خب ظرفیت اینجا هست، دستگاه هست، ورای دستگاه 100 نفر 200 نفر 500 نفر دارن کار میکنن توی این مجموعه، یعنی مثلا 400 خانوار دارن ارتزاق میکنن. جلوگیری از واردات که الان حالا با وجود آقای زاره دیروز هم مهمون ما بودن، خیلی زحمت کشیدن، خیلی دارن تلاش میکنن که بتونیم در رابطه با واردات مدیریت‌های خوبی انجام بدیم. از اون طرف خب صادرات باید مجوزا باید آسان‌تر بشه که باز میگم با وجود آقای زاره خیلی این اتفاقا داره میفته، خیلی لطف دارن، مجموعه ما اومدن بازدید کرده. مجوزها باید آسان‌تر بشه، گمرکات باید آسان‌تر بشه و امیدواریم حالا اون اتفاقای بین دو کشور که حالا خیلی چیزی نیستش که ما بتونیم بابتش نظر بدیم یا تاثیرگذاری داشته باشیم، ولی حالا امیدواریم که حل بشه. عراق حالا با تشدید تحریم ها و بازگشت تحریم ها و ماجرای اینجوری شما توی انتقال پول الان مشکلی ندارید با کشورهای مقصد؟ صرفا زمان برتر شد. یعنی حالا اگر نرخ ارز رو فاکتور بگیریم که تلورانس دارد و بالا میرود و اینها، برای اون صرفا زمان برتر شد. ما الان تخصیص ارزهایی داریم که 150 روز، 200 روز، 200 خورده روز هستش که تخصیص براش نیامده. میشه 1 سال دیگه تقریبا. حدوداً 1 سال عقب. بله. عرض کنم که افزایش نرخ ارز در داخل کشور برای تولید کننده‌ای که صادر میکنه و خودش رو به دلار میاره میتونه خیلی سخته باشه و میتونه تحرک تولید ایجاد بکنه. از این مزیت تو صنعت ایران اصلا حالا فارغ از شرکت واشنگتن تولید کننده داره استفاده درستی میکنه. بله. الحمدلله ما ظرفیت صادرات خوبی، مخصوصا سمت شرق کشور که میریم، یعنی مثلا مشهد الان قطب خیلی خوبیه برای، درست گفتم شرق بیاره، بله، قطب خیلی خوبیه برای صادرات، یعنی ارتباطات خیلی خوبی دارن با افغانستان و بازارهای خیلی خوبی رو گسترش. از اون طرف سمت غرب ما میدونیم یه قطب خیلی خوبه چاپ و بسته‌بندی سمت غرب توی تبریز داره. بله. بعد کانکشن ها، ارتباط ها فوق العاده است بین تبریز و ترکیه، استانبول، حالا هر جاش. بله ظرفیت های خوبیه. یه محصولی داریم که یه قسمتیش هم وابستگی به واردات داره. من امروز اون رو تخصیص ارز گرفته پولش رو میزنم به چین، 45 روز 2 ماه بعد دست من، 15 روز بعد تولید کردم میدم به مجموعه مثل کاله. مثال عرض میکنم قراره با مثلا یه تصویه 2 ماهه 2 ماه و نیمه پول رو به من بده. چقدر طول کشیده؟ 6 ماه 7 ماه. آیا ریت دلار عوض نشده؟ حداقل 40% کم. یعنی اگر من اول سال میتونستم 100 تن از اون محصول بخرم، بعد از یک دوره کار کردنم میتونم 60 تن ازش بخرم. این مشکله. یعنی شما هر چقدر هم که توی صادرات ثبات در نرخ ارز میتونه کمک، شما هر چقدر هم توی صادراتتون مثلا به اصطلاح حاشیه سوده رو داشته باشین، روی دلار هم داشته باشین، اگر چقدر ظرفیت صادراتیه ما 70% داخل، 80% داخل، من با اون 20% چیزی رو نمیتونم کاور کنم. حالا هر چقدر هم که به قول شما مثلا دلار هر چقدر بالاتر باشه، خب وقتی تقسیم می‌کنیم ریت بهتری میتونیم بدیم، ولی این اتفاق شاید در عمل بیفته ولی در نتیجه خودشون نشون نمیده. خیلی متشکرم از اینکه وقت گذاشتید و دعوت ما رو برای گفتگو پذیرفتید. خواهش میکنم. با افتخار. سلامت باشید.